با عرض سلام و خسته نباشید دوستان عزیز. این برنامه خود اختصاص دادیم برای یک مسئله بسیار مهم و حاد روز در این روزها، مسئله ملاقاتی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با ملا هیبت الله امیرالمومنین یا رهبر طالبان و اداره طالبان در افغانستان است که این مسائل در یکی دو روز بسیار داغ شده. 20 روز پیش اتفاق افتاده بود این مسئله که هیئت قطری بر ریاست نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه که قطر و وزیر خارجه و نخست وزیر قطر که در همزمان این دو وظیفه را به دوش داره به قندهار بود و اونجا با ملا هیبت الله دیدار کرده بود. در همون زمان با دوستای سیاسی خود ما در استانبول که مطرح کردیم، ما اطلاع داشتیم که ملاقات صورت گرفته، ولی همگی میگفتن که ملاقات صورت نگرفته و ملاقات مخفی ماند و اینها تا 20 روز بعد که امروز یک روزنامه امریکایی این مسئله را افشا کرد که ملاقات صورت گرفته و ملاقات در رابطه با تعلیم زنها که آزادی تعلیم زنها و دخترها در افغانستان و همچنان اجازه کار دوباره زنها در ادارات خارجه و ادارات افغانستان است که قطر یک دستاورد بسیار مهم برای خود تبلیغ کرده و میدانه و میگه پیروزی خوب است. من میخوام سر این مسئله بدون از اینکه کدام یادداشتی داشته باشیم، روزم مصاحبه هم داشتم در یک از تلویزیون ها، این مسئله رو برای شما روشنی بیاندازم. اول هم است که معاهده قطر که توسط آقای خلیلزاد بعد از رئیسنی 18 ماهه که در قطر همراه طالبان امضا شده بود، این معاهده تمام بنده هاش در افغانستان عملی نشد که در اونجا غیر رسمی بگوییم یا از اینکه شفاهی طالبان تعهد داده بودند که با هیچ تغییراتی در تعلیم و تحصیل زنها، وزارت تحصیلات عالی، مؤسسات تحصیلات و همچنان کاری زنها و آزادی‌های فرهنگی و آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم نمیاریم که طالبان چون در متن معاهده ذکر نشده بود، طالبان این را عملی نکردند و در طول 2 سال که اینا در حاکمیت هستند یک مسئله سرافکندگی و یک مسئله خجالت برای مجموعه کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده آمریکا پیش مردمش بود که اونا میگفتن که شما این نظام به یک گروهی تسلیم کردین که هیچ ضمانتی اجرایی و وعده های که شما داشتین نداشته و این کار نکرده. همه در دل آقا خلیلزاد هم که شرمنده تاریخ، شرمنده ملت افغانستان و شرمنده کار 50 ساله سیاست خود کرد، ناکامی تمام عملکرده های از او را که در طول تاریخ زندگی کرده بود ظرف صفر کرد و همچنان اداره آقای بایدن و یعنی دموکرات ها را پیش ملت امریکا بسیار خجالت زده کرد. اینها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 که سال آینده در آخر سال برگزار بشه احتمال بسیار قوی میره که جمهورخواه به خاطر همین دلیل انتخابات رو ببازند. رفتن نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر و نزد امارت طالبان و دیدن با اونها در یک مدت زمان بسیار طولانی صورت گرفته که بالاخره قانع کردن که ملا هیبت الله با اینها دیدار بکنه. اگرچند که طالبان نمیتونست که از این دیدار سربار بزنه چون تمام دستاوردهای که اونها امروز دارن و حاکمیتی که دارن مرهون احسان سیاست ها و طرفداری و سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی قطر برای از عناصر نمیتونست رد بکنه. ولی به هر صورت ملا هیبت الله یک آدمی بسیار بنیادگر و اصولی و آدمی است که در افکار و نظریات خودش شک و تردید نداره، این ملاقات قبول نمیکرد. خب به هر صورت ملاقات رو فعلا قبول کرد و با اینها دید 20 روز پیش ما همون زمان هم که ملاقات صورت گرفت ولی دوستای ما حتی در سطح کلان هم این قبول نمیکردن. مسئله ملاقات به همین دلیل است که بر از اونها گفته میشه که شما چیزهایی را که وعده کرده بود و امیدی از شما نبود، امیدی که از شما بود رو انجام ندادید. که از جمله مسئله دقیقاً مسئله کاری زنها و مسئله اجازه تحصیل دخترها در افغانستان است که یک مسئله است، ولی مسئله اساسی و پشت پرده دیگه هم است که این در معاهدات دمو یک ضمیمه مخفی که از جمله تا 50 سال از جمله اسرار اداری ایالات متحده آمریکا باقی میمونه و افشا شدن اجازه نیست که ضمیمه داره که آقای خلیلزاد انکار میکنه که ضمیمه این قسم نیست، ضمیمه همیست که اینها بعضی وظایف دیگر هم مثلا شاید طالبان در افغانستان داشته باشن که یک اداره را ایجاد بکنه که در اونجا منافع ژئوپلیتیکی غرب و آمریکا در اونجا تامین شود که از جمله شاید غربی ها علاقمند این گپ بودن که بلا تشبیه که بگم مثل یک پشک واری اداره طالبان را و نیروهای از اون را که بدون شک بسیار
جنگ دیده، آب دیده در جنگ و نیروی بسیار تهاجمی و نیروی بسیار متحور است در یخن ایران باندازند و ایران در این مسئله در این منطقه مصروف بسازند که تا ایران از امو برنامه هایی که در شرق اوسط داره و در خاورمیانه داره و در دیگر جای دنیا داره که در طول 30 سال یا 23 سال اخیر تمام برنامه های امریکا را در خلیج، هم در عراق، هم در سوریه، هم در یمن و در بسیاری از کشورات در فلسطین این نقش برآب کرد و تمام دوره سرمایه‌گذاری دوره ترامپ و دوره جمهوری خواه را که به نام صلح ابراهام که طرح کرده بودند و کشورهای اسلامی و عربی را جلب می‌کردند برای وصول این ناکام کرد و نیروهای امن نیابتی خود در لبنان، در یمن، در عراق، در تمام جا نگاه داشت و بدون اندکترین تغییر ایران بسیار پیشرفتی بزرگی داشته و یعنی مزاحمتی برای امریکا ایجاد کرده که هیچ نقشه‌ای از اونا به ثمر ننشسته. به این خاطر اینا امیدوار بودن که اداره طالبان با همو عقاید و باورهای ایدئولوژیکی دارن که واقعا که خود ما در این مسئله آگاهی داریم، اینا یک اداره شیعه، یک کشوری تشیع و خصوصا یک کشوری مذهبی را که مبنی بر افکار و عقاید اهل تشیع و فقه تشیع باشه، اینا طالبان اصلا خوب نمیبینن. امریکایی‌ها امیدوار بود که اینا در طول 2 سال مزاحمت‌های جای ایجاد بکنن، اگرچه که جسته و گریخته از آن جنگ‌ها و فیرها و در مرزها ایجاد شد. اما اداره طالبان یک قاعده را به کار بردن، به این مسئله آگاه بودند که امریکا میخواد از وجود از اونها استفاده بکنه و اونها را سبب مزاحمت برای چین، برای ایران، برای آسیای میانه و روسیه بسازه. اینها تا حالی کار نکردند و همیشه اینا هم در اعلانشان و هم عملا برای این کشورها نشان دادن که ما هیچ مشکلی با شما نداریم و افغانستان از افغانستان خاک هیچ کشوری مورد تعرض و تجاوز قرار نمیگیره. اگرچه که در معاهده ذکر است که افغانستان از خاک افغانستان هیچ کشوری مورد تعرض و تهاجم واقع نمیشه و به هیچ گروهی اجازه داده نمیشه. این خود در مقابله با امریکا و کشورهای اروپایی بود. امریکا با اساس از این معاهده را امضا کرده و نیتشان این بود که نیز امثال القاعده و ظواهری و بن لادن دوباره یک حمله را بر ضد منافع امریکا و داخل امریکا اینا طراحی نمیکنن. نیتی از اونها این بود، ولی چون در متن معاهده مطلق ذکر شده که کشوری ما هیچ وقت اجازه نمیده که از کشوری ما خاک کشوری سوم مورد تجاوز قرار بگیره. خوی را تنها امریکا را ذکر کرد در معاهده قسم است. طالبان با اساسی هوشیارانه با اساس همین سخن هم تاجیکستان، هم ازبکستان، هم ترکمنستان، هم روسیه را، هم چین و هم ایران مطمئن می‌سازند که ما ایرا از استراتژی ما که به شما مزاحمت ایجاد نکنیم و همین باعث شد که از جمله کشورهایی که اولین بار سفارت خود برای طالبان بوده، سفارت افغانستان در کشورستان روسیه بود، بعدش هم ایران مثلا بود و ترکمنستان در روزهای اول سفارت بسته به وزارت خارجه طالبان تسلیم کرد و دیگر کشورها را مانع از درگیری های نظامی از مرزهایشان با افغانستان شدن. یعنی طالبان تا حال تاری مرحله در این مسئله موفق بودند، همون کشورها موفق بودند یک روابطی کجدار و مریض با مخالفین طالبان داشتند و این طرف هم رایزنی همراهشان کردند. حالی تو معلوم میشود که امریکایی ها حوصله‌شان سر رفته و این به روایت 2 میلیارد به روایت 4 میلیارد دلاری که اینا در طول 2 سال به اداره طالبان دادن، هم مستقیم به عنوان کمک‌های غیر مستقیم به عنوان کمک‌های بشری و هم مستقیم که برای از اینا داده و هنوز در فضای افغانستان حاکمیت هوا یا فضای افغانستان در حیطه دست امریکاست که از خاک پاکستان رو اداره میکنه و همچنین دستی باز داره در ترور و بمبارد کردن توسط راه بی‌پیلوتی گپارک داره. امریکایی‌ها حوصله‌شون به سر رفته، میبینن که اینا کار از اینا عکس نتیجه داده که چین برعکس از اینکه توقع امریکا، چین سرمایه‌گذارهای بزرگی در افغانستان، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان کرده و برای 25 سال و 20 سال یک معاهده استخراج نفت و گاز در شمال افغانستان گرفته و همچنان معاهده میسینک دوباره تجدید کرده با اضافات جدید و این به نفع چین تمام شده و پروازهای هوایی را به چین دوباره شروع شد. یعنی روابط اقتصادی چین با افغانستان بسیار خوب است. از این ناحیه امریکایی‌ها و غربی‌ها و همچنان به عنوان یک واسطه اداره قطر پریشان این مسئله هستند. حتما در این دیداری که با ملا هیبت الله داشتن این مسئله مطرح میکنن که آل خو هم با اصلاح وطنکش از زیر پلو مولی برآمد. آل خو قسمی شد که ما توقع از اون نداشتیم. معاهده به ضرر ایمان تمام شده، شما چی کار میکنین؟ اوراق خود دوباره ترتیب بکنین و تصمیم بگیرید که برای ما چی بگوین. و دلیلی همینه که تا 20 روز این مسئله دوام کرد برای افشا نکردن
منتظر بودن قطری ها و امریکایی ها از جواب طالبان است که هم مسائل دخترها و تعلیم دخترها مسائل است که در ظاهر او مسئله است، ولی هر مسئله است که مسئله منافع ژئوپلیتیک امریکا در افغانستان و غرب افغانستان است که قطر را تضمین کرده بود. یعنی حال طالبان این اهداف برآورده نمی‌سازند، به عنوان یک اداره مستقل تبارز کردن و ظهور کردن. اونا حرف هیچ کس نمیشنوند، حرف پاکستان در بعضی موارد نمیشنوند، حرف امریکا هم نمیشنوند، از قطر هم نمیشنوند. میگن نمیگیم ما هستیم و کشور مستقل هستیم. این گپ غربی‌ها را پریشان کرده و یک سال دیگه مونده به انتخابات از اینها، یک سال یک نیم سال دیگه مونده به انتخابات از اینها. تا وقت اگر طالبان کاری نکنن که برای ملت امریکا یا برای اداره امریکا یک دلیل باشه برای ملتشان که ما کاری را که خواسته بودیم کردیم و کار همچنان شد که ما وعده داده بودیم، با این اساس اینا ورخطا هستند. این رایزنی های نو یعنی در حقیقت اینا میخوان مایده قطر دوباره با یک اضافات آپدیت بکنن یا دوباره را تجدید بکنن. اصلا خود معاهده هم شاید فراموش بکنن، معاهده غیر مستقیم و جدیدی در راه باشه که زد و بنده های باشه که برای اداره طالبان بگه که این شما وعده داده بودید این کارو بکنین، ما این کارو در مقابل براتون میکنیم، ما شما را برای رسمیت میشناسیم، در دنیا رایزنی میکنیم، در شورای امنیت و در ملل متحد رایزنی میکنیم شما برای رسمیت شناخته شوین، ولی در بدل شما چند کارو بکنید برای ما که یکی آبروی داخلی برای ما باشه که مسئله تعلیم دخترها، مسئله کار زنهاست که شاید طالبان در یک حد محدودی این مسئله را فعلا اجازه بدن، ولی در کل و به عنوان مطلق مثل سابقه به شکل آزاد و مطلق و آنارشیش اجازه را شاید ندن. میمونه مسئله درگیری ها با ایران. یکی از علت‌هایی را که ایران مسئله حقابه را در این اواخر بهانه کرد و یک تنش ایجاد کرد و اخطار داد برای طالبان را، یک مشکلی بلند شد و پس دوباره خاموش شد. همین مسئله ملاقاتی نخست وزیر و صدر اعظم قطر در قندهار بود که ایرانی ها این مسئله را کشف کرده بودند و اونها دوباره متوجه شدند که امریکا باید دوباره برای به دست آوردن اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک خود در افغانستان تلاش میکنن و از طالبان همون توقعی را دارن که فکرش میکردن که این ناآرام ساختن روسیه، ناآرام ساختن کشورهای آسیای میانه، ناآرام ساختن مسئله چین و ناآرام ساختن ایران و مصرف کردن این کشورها در این منطقه تا اینکه امریکا در مسئله اوکراین، غرب و کشورهای بالکان با خاطر راحت با اهداف خود دست بیابه و کارهای خود منظم پیش ببره که فکرش برطرف پراگنده نباشه. این مسئله و در مسئله داخلی که در انتخابات پیروز شود. با همین دلایل در ان شاء الله در بحث‌های بعدی این مسئله را همراه شما شریک بسازیم، اطلاعاتی که به دست ما برسه که این موضوع چه قسم انکشاف پیدا میکنه. یعنی در هر صورت هم امریکایی‌ها هم روسا موقف وزیر خارجه روسیه و موقف وزیر دفاع آخر روسیه همگام بود با موقف ایرانی ها که اینها طالبان را فعلا الان یک تهدید بشمارند و به این نتیجه رسیدند که گویا طالبان یک وسیله در دست غرب و امریکا باشه برای ناآرام ساختن در دراز مدت برای کشورها که بحران انکشاف میکنه و این بحران بالا میگیره. با خصوص از اینکه قطر این مسئله ملاقات آخر برای خود یک دستاورد تلقی کرده و گفته که یک دستاورد بزرگ است، به این معنا که در بعضی مسائل تا حدی شاید طالبان برای از اونها جواب مثبت داده باشند. خدا کنه که توضیح درست داده باشیم این مسئله را، همراه ما همکاری کنین، این ویدیوها را شیر بکنین و ما را مشوره بدین که در خدمت شما باشیم. و سلام علیکم.